سواد رسانه‌ای چیست؟ آیا جای سواد رسانه‌ای در مکاتب افغانستان خالی است؟ برنامه رنگ قلم در لیسه عالی البیرونی چگونه شاگردان را در مسیر تکنولوژی و ارتباطات قرار می‌دهد؟ پاسخ این سوالات را از استاد قدرت الله موسوی، دانش آموخته رشته سینما و فعال رسانه و همچنین استاد سواد رسانه‌ای در لیسه عالی البیرونی می‌پرسیم. با ما همراه باشید. به نام خداوندی که هر قلم را معنا بخشید و هر اندیشه را الهام داد. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه رنگ قلم. من نگینه صداقت مجری برنامه رنگ قلم هستم و همونطور که در مقدمه گفتم این برنامه اختصاص یافته به سواد رسانه‌ای و بسیار خوشحال هستم که در این برنامه استاد موسوی را همراه خود داریم. سلام استاد، خوش آمدین به برنامه رنگ قلم و اگر میشه همراه دوستان سلامی داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به نگینه جان، سلام به بیننده عزیزی که ما را میبینند از هر گوشه دنیا. امیدوار هستیم که امروز برنامه خوبی داشته باشیم و معلوماتی که خدمت شما تقدیم می‌کنیم مفید واقع شود. تشکر. بسیار تشکر استاد، بسیار خوشحال شدیم که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه حاضر شدین. خب استاد، در قدم نخست به ما بگین که سواد رسانه‌ای چیست؟ اصلا سواد رسانه‌ای در حقیقت با تحولات اینترنت به وجود آمده. از او خاطر میخوایم کمک از اینترنت را بر شما اول تشریح کنم که اینترنت تقریبا در سالهای 1961 تاریخ را خوب سعی توجه کنید. سالهای 1961 اینترنت تقریبا در لابلای برنامه دولت ها به وجود می مخفیانه، خاصتا به خاطر جنگ سرد و به خاطر از اینکه کشورها امرای یکدیگه خود اطلاعات وقت شریک میکردن در دسترس یکدیگه قرار نگیره. اساس اینترنت در اونجا مانده میشه و یک سازمان به نام ARPA آمریکا چندین کامپیوتر را با همدیگر وصل میکنه و هدفشان می بوده که چندین دانشگاه و چندین ارگانی که خاصتا نظامی بوده که یکدیگر در ارتباط باشه و اطلاعات شریک شود. سال 1961 تقریبا این جنبش به وجود میاد. بعد از 1961 آدم بسیار سالهای دیگه تیر میشه و ایدی خدمت وزارت دفاع کشورها بوده، در خدمت نظامی ها بوده و عامه مردم از او استفاده نمیکرده و جهانگیر نبوده. اما در دهه 90 یک اتفاق بسیار خوب میفته که ما برش میگیم World Wide Web. این به وجود میاد سال 1993 و سال 1995 جهان دچار تحول میشه که اولین ویندوز شرکت مایکروسافت در بازار میاد به نام ویندوز 95 و از او بعد شما میبینید که کمپانی یاهو در زمان تأسیس میشه. سال 1995 اکسپلورر وارد بازار میشه و آمازون که آل کمپانی آمازون بسیار یک شرکت معروف تجارت آنلاین است و اولین لوگویش به این شکل بوده که شما در این تصویر میبینید. این لوگوی آمازون بوده و 1998 اوج تقریبا گفته میتونم که اینترنت دیگه متولد شده. در اونجا گوگل به وجود میاد. وقتی شما به سالا دقت کنین، سال 1965 یک فیلسوف کانادایی به نام مارشال مکلوهان میاد در کتاب خود یک جمله را بیان کرده که در اونجا دو واژه جدید وارد عصر ارتباطات میشه. یکی واژه خود دهکده جهانی یا گلوبال ویلیج است و یک واژه دومی که اختراع میکنه او به نام مدیا لیترسی یا مدیا ایژوکیشن که به نامش میگه سواد رسانه‌ای. شما فکر کنید سواد رسانه‌ای زمان مطرح شده که تابال اینترنت فراگیر نیست. اینترنت را ما گفتیم در سالهای دهه 90 فراگیر جهانی میشه. باز چی میگه؟ خود مارشال مکلوهان گفته که زمانی که دهکده جهانی به وجود میاد، یعنی جهان کوچک، او زمان ما شما به یک سواد ضرورت داریم که به نام سواد رسانه‌ای مطرح میشه. و این سواد رسانه‌ای یعنی ای که دیگه شما امنیت فرهنگی ندارین، شما نمیتونین کنترل کنین خانه خود را، نمیتونین شهر خود را، نمیتونین فرهنگ خود را کنترل کنین و از هر طرف
ابزارهای می که دقیقاً در خانه شما دسترسی داره که امروز ما شما میبینیم. تبلیغات فیسبوکی، تبلیغات اینستاگرامی، شما میبینید که یوتیوب، اینترنت، از هر طرف فرهنگ های مختلف در خدمت اولادای جامعه مثلا قرار میگیره و دقیقاً امیال زمانش است که ما باید سواد رسانه‌ای را یاد بگیریم، به خاطر اینکه از تهاجم فرهنگی جلوگیری کنیم. در اصل ریشه سواد رسانه‌ای دی است که از تهاجم فرهنگی، یعنی فرهنگ ما و شما دچار تحول اشتباه نشه. یک فرهنگ قوی‌تر وقتی در اطراف ما و شما قرار داره، یک کشور قوی‌تر با فرهنگ قوی‌تر وقتی قرار داره، ما و شما تحت تاثیر از او قرار نگیریم. از او خاطر کشورهای جهان اول مضمون سواد رسانه‌ای را یا مدیا لیترسی را در مکاتبشان تدریس میکنند و سردمدار از یک کشورها، یعنی کسایی که بسیار به طور جدی سواد رسانه‌ای را تعقیب میکنند، در آمریکا، کانادا است. چرا؟ به خاطر اینکه در کنار یک فرهنگ بسیار قوی قرار گرفته، فرهنگ قوی و غنی که با رسانه‌های بسیار پیشرفته مجهز هستند و ما گفته میتونیم که سردمدار تمام رسانه‌ها است. آمریکا، ایالات متحده در پالویشان است، اونجا هالیوود است، اونجا کمپانی های بزرگ است، اونجا کمپانی مثلا فیسبوک است، نمیفهم کمپانی واتساپ است، نمیفهم اینستاگرام است، کمپانی گوگل هم اونجا است، مایکروسافت هم اونجا است و قطعا در معرض تهاجم فرهنگی قرار داره. دومین کشوری که بسیار زیاد سواد رسانه‌ای را جدی دنبال میکنه کشور ژاپن است. کشور ژاپن بازم در دنیای شلوغ رسانه‌های آسیا شما میفهمید که رجوعی بسیار زیاد به طرف هالیوود داره. در این طرف در آسیا ما و شما غول دیگه رسانه ها را در قطب دیگه آسیا داریم که هند است، بالیوود را داریم و در اونجا چین را ما و شما داریم، در اونجا کوریا را داریم که فوق العاده رسانه های قدرتمند داره و این قطعا سر رسم و رسوم، سر سنت و سر چیزای مردم، سر تاریخ مردم تاثیرگذار است. از او خاطر ژاپن یک از کشورهای دیگه به شمار میره که به طور جدی مدیا لیترسی یا سواد رسانه‌ای را تعقیب میکنه و در مدارسشان تدریس میشه و بسیار جدی سرشان کار میشه. استاد، درس‌های سواد رسانه‌ای در لیسه عالی البیرونی شامل کدام موضوعات میشه؟ سواد رسانه‌ای در لیسه عالی البیرونی باید بگویم که اساسش به مدت 3 سال که سال 2025 هم شامل میشه. برنامه‌ریزی شده که سال 2025 تهداب اساسی سواد رسانه‌ای در مکتب البیرونی بانده شود و چیزهایی که برای شاگردان در صنف تدریس میشه، شما خودتان به صفت یک شاگرد البیرونی و تمام دوستایتان که پشت کمره قرار داده در جریان هستین که در اونجا چی تدریس میشه. ما اساسات اول از صنف 7 شروع کردیم. از صنف 7 فقط معرفی چند رسانه است. ما چند رسانه رو معرفی میکنیم، یک کمکی به جنبه های مختلف رسانه میریم که چی چیزی را رسانه گفته میتونیم و این رسانه ها کدامشون چطور کار میکنه، تلویزیون چطور کار میکنه، اینترنت چطور کار میکنه. کم کم درباره ضررها و درباره فایده های سطحی رسانه ها در صنف 7 ما معلومات ارائه میکنیم و همچنان صنف 8 هم شامل از این میشه که کمی معلومات را باز زیادتر میکنیم. صنف 9 ما شاگردان را تکنیک های رسانه‌ای را تدریس میکنیم. یعنی چی؟ اونا را آگاه میسازیم که رسانه ها چطور اطلاع رسانی میکنه، چطور جمع‌آوری اخبار میکنه، چطور مثلا میخواه که روی روحیه مردم عملیات روانی انجام بده یا روی مفکوره عامه مردم چطور تاثیر میگذاره. صنف 9 بوده این مراحل را میخوانن و اینا را ما آماده میکنیم تا با روند کار رسانه ها آشنا شوند. اصل هدف ما این است که به هیچ چیز زود اعتماد نکنن و همچنان هر معلوماتی که از طرف رسانه پخش و نشر میشه اونا تحقیق انجام داده و بعد از او اگر خواستن عکس العمل نشان بدن عکس العمل نشان بده. این صنف 9 همچنان صنف 11 و 12 که یک مقدار دیگه شاگردا تهدابشون پخته شده و تکنیکای رسانه را میفهمه. ما میریم سر بخش تکنیکی تر. مثلا در یک صنف ما
به شاگردها آموزش کامرا یاد میتیم، مثلا ادیت فیلم، ادیت عکس، این چیزها را کار میکنیم. البته شروع از نویسندگی، از داستان نویسی است که ما شاگردها رو وادار به تحقیق میکنیم. بعد از تحقیق میریم مثلا برای ما یک چی داریم به نام مشاهده سرشان کار میشه که شاگردها ببینه اطراف خود رو با دقت بیشتر، با یک چشم فیلمبردار، با یک چشم تیزبین ببینه. بعد از او برای اونا کم کمی عملا کامرا اختیارشان قرار میدیم که میبینن چطور عکاسی کنه، چطور فیلم برداری کنه و اگر ایده یا طرحی در ذهن خود داره او رو چطور روی کاغذ اول بیاره و بعد از او تیم تشکیل بده که به کارهای تیمی و گروپی بسیار خوب است دیگه. تا صنف 12 فارغ میشه. آخرین چیزی که در مضمون سواد رسانی برای تدریس میشه که دیوریشن یا وقتش هم کم است متاسفانه، چون دیگه گنجایش نداره. به مدت 3 ماه همراه از اینا تدوین فیلم کار میشه. بسیار عالی استاد. چرا برنامه رنگ قلم؟ بهتر است بگوییم چگونه برنامه رنگ قلم در فراگیری بهتری شاگردان کمک میکنه؟ یک چیز را من براتون واضح بگویم که برنامه رنگ قلم یک برنامه بسیار موثر است. ما در مکتب البرونی 2 چیزی خوب داشتیم وقتی من اینجا آمدم. یک سواد رسانه‌ای شروع شده بود، گپ گپش بود و من آغازگر از این نیستم که قطعا من فقط شروع کرده باشم، اما به شکل اساسی نه. مسیر سواد رسانی را به اون مسیری که دنیا پیش میره از اون مسیر شروع نکرده بودم. من فقط اصلاح کردم مسیر را. یک مضمون دیگه به نام نگارش که روی نوشتار شاگردان بسیار تاثیر داره در اینجا تدریس میشد و شاگردان وادار به نوشتن میشد. اونجا ما علایق را پیدا میکردیم، سلیقه ها را پیدا میکردیم. ببین یک روند است. شاگرد وقتی یک استعداد داره، اینمی شاگردای از صنف اول تا 7 تا 12 یک انرژی بسیار خوب در اینا همیشه وجود داره. هر کس استعدادشان امکان داره در جریان مکتب شگوفا شود، اما اگر اینمی استعداد در جای بروز داده نشنه بازم باعث ازی میشه که شاگرد دلسرد شنه. از خاطر ما مضمون نگارش را داشتیم، مضمون سواد رسانی را داشتیم، شاگردان آشنایی داشتن و آتش ازی به پای شاگردان بودن که چطور از استفاده کنیم. و یک مرحله پرکتیکل باز ما شیشتیم بسیار فکر کردیم. گرچه یوتیوب یک فضایی است که بسیار تجاری است، یک فضایی است که در اونجا باید برنامه‌های بسیار با محتوای سبک مردم ما شما میبینن، اما ما به اون مسیر تجاری نرفتیم. ما گفتیم بین یک مرحله پرکتیک یا تمرینی رو بر شاگردان جور میکنیم به چند مفاد. یک، شاگردایی که در مضمون نگارش علاقمند هستند و استعداد دارن بین در برنامه رنگ قلم سهم بگیرن و اونجا استعدادهای خود را نشان بدن که آتش امی استعداد کسا فروکش کنه. یک. و شاگردایی که مضمون سواد رسانه‌ای خوانده و به ثبت و چیزا علاقه داره اونا بیا ثبت کنه، برنامه رو ببینه و برشان تمرین شوه به طور عملی ببینه. سوم، شاگردایی که نه به مضمون سواد رسانه‌ای علاقه ندارن و همچنان شاگردایی که به مضمون نگارش هم علاقه ندارن و چی کار ما میکنیم؟ ما برشان موضوع انتخاب میکنیم. جالب روند کار است. ما برشان موضوع میتیم و شاگردان را روان میکنیم که برن تحقیق کنن. این شاید خیلی ساده به نظر برسه، اما ما ضربه زیر دیدیم که در دانشگاه چطور شاگردای میایه که وقتی یک موضوع برشان داده میشه نمیفهمه که ایران میمونه که چطور کنه. اینجا شاگرد ما مجبور میشه که فراتر از اون چیزی که در کتاب است بره تحقیق کنه، مجبور به مطالعه میشه. چرا؟ چون در برنامه رنگ قلم ما بارها شما به صفت یک مجری بارها با شاگردای توصیه میکنیم که غیر از چند سوال آماده که شما در پیش خود میمانین، حتما سوالاتی که مهمان برنامه خبر نداشته باشه از او پرسان کنین. چرا؟ چون مهمان برنامه وادار شود که معلومات خود را درباره موضوع تکمیل کنه. وقتی معلومات خود درباره موضوع تکمیل کنه او در تحقیق زیاد ضرورت داره. روش تحقیق را یاد میگیره، استفاده از لپتاپ و کامپیوتر را که
ما کشتیم خود رو در مکتب که برین کامپیوتر بخونین. شاگردای هیچ وقت به او اهمیت ندادن. امروز شاگردا سرگردان به پشت کامپیوتر میگرده که نوبت به کامپیوتر لب مکتب البرونی که ما بریم تحقیق کنیم سرشان، ما بریم پروژه خود را انجام بدیم. این وادار میشه که بره بفهمه که اهمیت کامپیوتر چیه. شاگرد صنف 12 فارغ میشه تا بالا نمیفهمه که چطور از لپتاپ استفاده کنیم، ویندوز خالی را یاد نداره. باید شاگردا وادار شوه تا اینکه ما بتونیم وقت تدریس میکنیم درس برش اهمیت پیدا کنه. دومی که از اینجا که فارغ شدیم دیگه دانشگاه هست. دانشگاه اونجا مرحله تحصیل است. مرحله تحصیل استاد نمیگه که برای شما دانه دانه بگه که الان من اینجا نوشته میکنم شما نوت بگیریم از پشت ما باز امتحان میارم که مورا بر ما کاپی مکانیک کده باز بر ما نوشته کنه. نه، او شاگرد استاد به صفت یک راهنمای بسیار خوب است. موضوع رو انتخاب میکنه، برای شما میرین اینترنت کتابخانه ها میگردین، موضوع رو تحقیق میکنین، جنبندی کنه میارین پیش استاد. اونجا استاد بر شما نظر میده که کدام جایش اشتباه است، کدام جایش درست است، کدام جایش نمیفهم بیشتر تحقیقات ضرورت داره. و کل محصلینی که از دانشگاه فارغ شده میفهمه که در دانشگاه بوش پیش میره. پس رنگ قلم فراتر از اینکه در یوتیوب چقدر دیده میشه یا نمیشه که البته خوشحالم هستیم که تا جای زیادی استقبال شده از این برنامه، اما به شاگردای البرونی، به آینده شاگردای البرونی، به یادگیری شاگردای البرونی یک زمینه بسیار خوب است تا اینا از جنبه‌های مختلف، حتی اگر به شما به سواد رسانی و به نگارش علاقه‌مند نیستین، برین از او استفاده مثبت بکنین و بسیار خوب میشه با آینده تعلیمی شاگردان. اصلا شما بیشتر از 1 سال مدیر تولید یک مکتب دیجیتال به نام نون بودین و با تمامی موضوعات و مکتب آشنایی داشتین. سهم تکنولوژی و رسانه را در معارف افغانستان چگونه میبینین؟ این سوال جالب است. مکتب دیجیتال نون ما دیر وقت همراهشان کار کردیم. از صنف اول تا 12 برنامه تمام مضمونای مکتب رو ما در اونجا ثبت کردیم و یک مقطع من مدیر پروداکشنشان بودم. البته اگه مدیر پروداکشن هم نبودیم، در پست‌های دیگه که کتنون کار کردیم ارتباط داشتیم امرای اساتید، امرای تمام مضمونا و زبان دری و پشتو. معارف افغانستان چیزی که شاید به خاطر نبود زیرساخت‌های کشور بوده باشه، هر اون چیزی که کاملا نادیده گرفته شده در اونجا مسئله تکنولوژی است و علم روز است، علم ارتباطات است. مضمون کامپیوتر مثلا شما کجای دنیا دیدین که کامپیوتر به روی کتاب چاپ کنه و از روی کتاب بخونه یک در لپتاپ در پیش شاگرد نباشه؟ و یه چیز وجود نداره. در حالی که در کابل، در اینجا جای مثل کویته و کلان شهرهای افغانستان زمینه بر شاگردان وجود داره که یک لپتاپ داشته باشه، در صنف لپتاپ بیاره. ما نمیفهمم که هیچ آیا مکتب وجود داره در افغانستان که شاگردای خود رو بگید ساعت کامپیوتر که لپتاپ دارین از خانه کت خود بیارین، یا یکی کامپیوترها تا بال مکاتب کلانه که امیال ادعای بسیار عجیب غریب دارن، آیا یک کامپیوتر لب مجهز یا کامپیوتر لب مجهز دارن که به اینترنت وصل باشه، اونجا کامپیوتر باشه و شاگردا بره اونجا فیزیکالی لمس کنه که این ماوس کامپیوتر است، این کیبورد کامپیوتر است، این اسکرین کامپیوتر است. این میره من تا بالا اطلاع ندارم. شاید اگر بگویم که نداره که ادعای غلط باشه، اما یک ضرورت است که در کلان شهرها از استفاده کنه میتونیم. البته مضمون کامپیوتر باز در ولسوالی ها و مناطق دوردست افغانستان امکان داره که قابل دسترس نباشه، اما او رو میشه که باز با موبایل و با یک سری چیزهای دیگه‌ای که امروز تکنولوژی رو با شما آسان کرده در اونجا ما شما حل بکنیم. در آخرین مرحله مضمون سواد رسانه‌ای نه تنها در شهر، نه تنها در مکاتب خصوصی و دولتی در تمام افغانستان وجود نداشته و نداره تا به امروز، در حالی که شاید امی واژه برای کارمندای معارفی که نصاب تعلیمی را تدوین کردن شاید ناآشنا باشه و نو باشه، هیچ نشنیده که یک مضمونی به نام سواد رسانه‌ای در عصر تکنولوژی یک ضرورت بنیادی به یک مکتب است و شاگردا باید آشنایی داشته باشه. وقتی موبایل استفاده میکنه باید ضررها و خوبی‌هایش بفهمی. در عصر اینترنت وقتی از اینترنت استفاده میکنه باید
علم زیر داشته باشی که سایت های فیک و سایت های تقلبی و سایت های نمیفهم کلاهبرداری از سایت های اصلی را شما تشخیص داده بتونید. باید بفهمین یک که جلوگیری کردن نمیتونه والدین از که موبایل را از دست اولاد خود بگیره، جلوگیری از کردن نمیتونه که تلویزیون را سرشان بند کنه، اما میتونه که بچهای خود رو یاد بده که چطور از موبایل خوب استفاده کنه، کدام اپلیکیشن ها ضرر داره، چقدر از موبایل استفاده کنی بسیار تاوان میکنی ضرر داره، یا چقدر شما پشت یک تلویزیون بشینی فیلم ببینی که بسیار به ضرر آینده تان تمام خواهد شد. اینی معلومات و شاگردان را آشنا کردن از طریق مکاتب که وظیفه مکاتب هم است بسیار تاثیر بسزا داره. خب نام چی است؟ نه دوران مکتب چی میگه برشان؟ تعلیم و تربیه. در روند تربیه امروزه اگر نتانی که موبایل و کامپیوتر و استفاده از اینترنت را سر اولاد یک خانواده شما کنترل بکنین، راههایش نفهمین، بفهمین که در حقیقت یک اولادایتان را در کوچه رها کردین دیگه. هیچ از اونا اطلاع ندارین. حتی چی بسا والدینی که ضرورت داره باید سواد رسانه‌ای را بفهمه و امیدوار هستیم که سال آینده ما بتانیم چند جلسه از سواد رسانه‌ای را به خاطر اطلاع رسانی والدین شاگردان برگزار کنیم که اونا را مطالعه کنیم که چطور میتونه که باز از موبایل را کنترل بکنه همراهی دست بچه‌هایشان، یا اینکه چطور میتونه که تلویزیون را یا کنترل خوبتر داشته باشه، کدام وبسایت ها مفید است یا هر موضوعات دیگه ای که هستن. با والدین یک جلسه داشته باشیم که معلومات عمومی را در خصوص سواد رسانی هم را از اونها شریک کنیم. خب استاد، در میان گپایتان میر فهمیدم که وقتی که رشته سینما رو شروع کردین و چیزی از سینما نمیفهمیدین، براتون سخت نبود؟ رشته سینما رشته‌ای بود که من خودم انتخاب کردم. دومین انتخاب من سینما بود در امتحان کنکور. و جالب دیگه است که وقتی من رفتم داخل دانشگاه دیدم که روز اول که استاد آمد بر ما تدریس کرد یک مضمون بود به نام ادبیات دراماتیک. استاد رکنالدین سروری هر کجا هستن سلام ما برشان برسه. من در دوران مکتب صنفایم خبر داره ادبیات بسیار خوب بودم. شعر، ادبیات، داستان و این چیزا رو مطالعات بسیار زیاد داشتم. مضمون دلخواه ما مرتبط با رشته من، مرتبط با سلیقه من به نام ادبیات دراماتیک رو بر ما تدریس کردن. ادبیات دراماتیک. و باید اعتراف کنم که ما در اون روز یک کلمه نفهمیدم. کسی که بسیار ادبیات را خوش داره با انواع شعر و داستان آشناست یک کلمه نفهمیدن. و بعد از یک هفته تصمیم گرفتم که باید منفک کنم. نمیشه، شاید ما اشتباه رفتیم، چون فیلمسازی را دوست داشتم و برداشت ما از سینما فیلمسازی بود. هفته دوم پیش از اینکه منفک کنم در خانه طرف مشوره و مصلحت، هفته دوم یک زمینه فراهم شد در لیسه استقلال انستیتوت فرانسه، سالن سینما یک نمایش فیلم داشتیم. یک نمایش فیلم از صدیق برمک. جالب بودن و استاد برمک هم سلام ما برشان برسه از هر جایی که ما را میبینن اگر ببینن. فیلم بیگانه را ما در اونجا دیدیم. تقریبا فکر کنم 25 دقیقه 30 دقیقه 27 دقیقه 30 دقیقه فیلم است. فیلم کوتاه بیگانه یکی از بهترین فیلم های افغانی است. اونجا وقتی دیدم که چطور اینا درباره چی رقم فیلم سازی بحث میکنن، درباره چی گپ زده رئیسه، باز علاقه پیدا کردم به سینما. بسیار علاقه‌مند شدم و گفتم هر رقمی که شدم ما میرم یک فیلم ساز میشم و این رقم یک فیلم ها را جور میکنم، فیلم های مثل بیگانه را. این که بعد از اون ما چقدر فعالیت خوب انجام دادیم بماند، اما اصالت سینما را تا جای کوشش کردیم که درک کردیم که سینما این رقم است. یک ذره‌ایش به مسیر اکادمیکش فهمیدیم که مسیر اکادمیک سینما اینی مسیر است دیگه. و در افغانستان بدون سینما سخت بود از اون بعد فعالیت کردنش، چون سینما نداشتیم. استاد وقتی که از رشته سینما فارغ شدین خودتان چون علاقه داشتین به ساختن فیلم، در کدام فیلمی بازیگری کردین یا نه؟
من نقش‌های بسیار کوتاهی را در بعضی فیلم‌ها بازی کردیم که ملموس نیست و اساساً بازیگری را زیاد خوش ندارم. من دایرکت را زیاد خوش دارم و هرچی بیشتر از همه تدوین فیلم را بسیار علاقه‌مندش هستم. دیگه از او خاطر نرفتیم و از سینما که من فارغ شدم. شما ببینید در کشور برین سینما بخوانی، خود از او کشور سینما نداشته باشه چی میکنی؟ از او خاطر من مستقیم بعد از پایان تحصیل 1 هفته بعدش رفتم کار تلویزیون رو شروع کردم. برنامه تلویزیونی کار می‌کردم؟ آره، برنامه تلویزیون و ادیت تلویزیون رو شروع کردم. البته یاد او دوران بخیر که اختیار به من دادن تلویزیون 1 دکتر جامی سلام برشان برسد، گفتن هر بخشی که خوش داری میتونی که انتخاب کنی برید یک بخش تلویزیون برو کار کن. و از او بعد وارد تلویزیون شدم و بیشتر سر رسانه کار کردیم، امرای رسانه ها، تلویزیون و رادیو. و یاد ما باشه کلگی از این رسانه میشه، اما تلویزیون جدای از سینماست که با هم دیگر نزدیکی هم داره. بسیار تشکر استاد، بسیار خوشحال شدم که شما را همراه خود برنامه داشتم و بسیار تشکر دوستای عزیز که تا آخر دقایق برنامه با ما بودین و اگر کدام نظریه داشتین در بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید. تا یک برنامه دیگر خدایا نگهدارتان.